برای نصب فرمر ما نقاط خروجی رو میخوایم. نقاط خروجی کجاست؟ قسمت لبه آزاد ناخن که تغییر رنگ میده نقاط خروجیه. ما این دوتا قسمت رو نیاز داریم. قیچی رو به این صورت میگیریم. انگشت اشاره باید روی قیچی باشه به عنوان تکیه‌گاه که ما وقتی سایز میزنیم میخوایم منتقل بدیم روی فرمر، این تغییر سایز رو نداشته باشیم. این نقاط خروجی رو من اندازه میگیرم با قیچی. وقتی که میخوام منتقل کنم روی فرمر فقط به اندازه نیم میل بزرگتر میگیرم، چون که فرمر میخواد بیاد روی ناخن بخوابه، یه حجمی رو میگیره، فیکس نمیذاریم. اینو من اندازه میزنم. الان چی میخوام؟ قد هایپونیکیوممو. یا همون خط لبخند اینجا در میاریم. نقاط خروجی رو به هم وصل میکنیم. این هلال رو من باید از تو فرمرم در بیارم. دوباره قیچی رو با همون اندازه ببینید اینجا سایز میزنیم، روی فرمرم اندازه میزنم. اینو من باید در بیارم. حالت گنبدی شکل برش ندین، یه برش بزنیم بعد هلالش کنیم. این هلالی که ما باید از تو فرمرمون در می آوردیم. اینو برمی داریم میزنیم این قسمت. سر فرمر رو به هم وصل میکنیم. میایم زیر ناخنمون جا میزنیم.